رسیدیم رج بعد. دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره، کارم رو میچرخونم توی همون پایه زنجیره، یه پایه بهش اضافه میکنم. دوباره میرم پایه بعدی، یه دوتایی میبافم، 1 2 تا پایه دوم. توی پایه دوم یه دوتایی میبافم. ببینید اینجا دوتا اینجوری پایه بلند بهش اضافه کردم. دوباره میرم بعدی، دوباره دوتا پایه رو رد میکنم، یه پایه رو رد میکنم، پایه دوم. توی پایه دوم دوباره پایه بلند میبافم دوتا. دوباره اینجا این دومی، اینجا دومی، دوباره بعدی دومی، تا انتهای رجم همین کار رو من ادامه میدم. پس این طرف کار دوتا پایه بهش اضافه شد. بافت رو ادامه میدم، باز میرسم انتهای رجم. رسیدم انتهای رج، انتهای رج که رسیدم، خب اینجا میام یه پایه رو رد میکنم، دونه آخر رو یه دوتایی میبافم. حالا میام کارم رو میچرخونم، میام این طرف 1 2 3 تا زنجیره، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره همون قسمت یه پایه بهش اضافه میکنم. پایه دوم رو دوباره میام دوتایی رو میبافم، دوباره پایه دوم یه دوتایی، دوباره پایه دومی یه دوتایی، پایه بعدی یه دوتایی پایه دومی، پایه بعدی یه دوتایی، پایه دومی یه دوتایی، تا انتهای رج همین کار رو ادامه میدم. خب رسیدم انتهای رج که اینجا دارم، دوباره میام دونه آخرش رو یه دونه دوتایی میبافم، دوباره 3 تا زنجیره، ببینید دوباره برمیگردم، باز دونه اول دوتایی میبافم، اینجا رو هم یه دوتایی میبافم، دوباره یه پایه رد میکنم، یه دوتایی میبافم، همون رو هی تکرار میکنم. از کنار کارم
یه پایه به کار من ببینید اضافه داره میشه. شکل کار رو ببینید به این ترتیب میاد جلو. داره هی به کار من. بافتم رو ادامه دادم. اینجا من اومدم میبینید 1 رج 2 3 4 رج من اینجا اومدم این بافت رو انجام دادم. ادامه کار میام دونه آخرش رو ببافم. یه زنجیره میزنم میام روی این قسمت ها رو پایه کوتاه میبافم. پس اومدم 4 رج بافتم روی این قسمت ها رو میام پایه کوتاه میبافم. اینجا رو بچه دقت کنید، اینجا که پایه کوتاه میبافید یه پایه هم بیایم اینجا ببافید، این طرف کار رو هم اضافه کنید بهش. درست شد؟ پس من میام اینجا هم یه پایه اضافه میکنم، بافتم رو میام ادامه میدم و همه رو میام پایه کوتاه میبافم. تا انتهای رجم من همین کار رو ادامه میدم. رسیدم انتهای رج، دونه آخرم که اینجاست 2 تا پایه میبافم، چون از 2 طرف کار داره به کار من ببینید اضافه داره میشه. میام یه زنجیره میزنم و برمیگردونم کار رو. یه رج دیگه هم میام اینجا رو پایه کوتاه میبافم. پس میام اینجا یه پایه رو یه زنجیره رو زدم، همون قسمت یه پایه میبافم، یه زنجیر اینجا زدم، یه پایه میبافم و پایه کوتاه میبافم. بافتم رو ادامه میدم میرسونم انتهای رج. دارم پایه کوتاه میبافم. انتهای رج که رسید باز توی دونه آخر یه پایه ببافید، چون 2 طرف کار اضافه شده. خب تا انتهای کار همین کار رو من ادامه میدم. دونه آخر رو گفتیم اینجا هست، یه پایه میام بهش اضافه میکنم. خب تا اینجا یه کار این شد شکل کار من. ادامه کار اینجا میتونید نخ رو قطع کنید، بیاین این کناری کار رو ببافید و این روی بندی که میخوایم ببافیم متصل کنید. از کناره کارم میخوام بیام 2 تا بند ببافم که این رو بیام روی این 2 تا بند متصل کنم به این 2 تا بند. خب میام این کار انجام میدم. میام اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 توی 13مین پایه یه دونه با نشانگر علامت میزنم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه میام جلو علامتش میزنم. خب 2 تا بند میام میبافم. میام اینجا بافت رو میل رو متصل میکنم و پایه میزنم. 1 2 3 4 اینم 5 اینم 6. یه زنجیره بچرخونم دوباره 1 2 3 4 اینم پایه پنجمی
توی پایه پنجمی یه پایه میام بهش اضافه میکنم، میشه 6 تا. برمیگردونم، یه پایه رو نمیبافم، یه زنجیره یه پایه رو نمیبافم، بقیه پایه هام رو میبافم، دونه آخر یکی بهش اضافه میکنم. درست شد که بشه 6 تا. کلا پایه های من 6 تا هست. کارم رو دوباره میام میچرخونم و دوباره این رو ادامه میدم. اون طرف کار رو هم باید از این بندینک ها باید ببافم من. 1 2 3 4 5 یک دیگه اینجا میانم میشه 6. یه زنجیره 6 تا 6 تا بشمارید، ادامه بدید. ببینید بافتم رو به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید عزیزان، بافتم رو ادامه دادم. اینجا من اومدم 12 تا رج اومدم این قسمت رو بافتم. حالا دوباره میام این طرف کار هم یه بندینک میام براش میبافم. دوک نخ رو از داخل حلقم در میارم، نخ رو قطع میکنم، میام این طرف کار. خب این طرف کار هم 13 تا پایه ازش جدا میکنم، میام جلو علامت میزنم، 1 2 3 4 5 6 تا پایه باز میرم جلو، یه علامت میزنم و میام این 6 تا پایه رو میبافم. نخ رو میام متصل میکنم و 6 تا پایه رو میبافم. 2 3 4 5 6. یه زنجیره دوباره برمیگردونم، دونه اولش رو نمیبافم، باز میام بقیه پایه هام رو میبافم. توی دونه آخر یه پایه میزنم که بشه 6 تا پایه، یه زنجیره میزنم میچرخونم، دونه اولش رو نمیبافم، باز بقیه پایه هام رو میبافم. بافتم رو به همین ترتیب میام ادامه میدم. خب اینجا رو دقت کنید بچه ها، همون 12 تا رجی که گفتم این قسمت رو هم به همون اندازه ببافید. دونه آخرش رو هم میبافم، یه زنجیره و برمیگردم. خب 12 تا رج رو مثل این میام میبافم. بافتم رو ادامه دادم. اینجا من اومدم همون 12 تا رجی که گفتم رو بافتم. حالا میخوام این بافت رو بیام به اینجا قسمت جلو متصل کنم، میام یه زنجیره میزنم، خب همون 6 تا پایه رو میبافم. 5 اینم 6. خب میام اینجا این بافت رو میذارم اینجا، بافتم رو متصل میکنم و پایه کوتاه میبافم به صورت مچ قسمت بالای مچ پا رو میام میبافم. بافتم رو ادامه میدم. ببینید این قسمت رو دارم متصل میکنم.
میرسم اینجا، بافتم رو اینجای کار متصلش میکنم، 2 3 4 5 اینم 6. حالا ببینید این قسمت کار دور تا دور مچ پاره باید اندازه داشته باشید، این مقداری بیشتر باید زنجیره بزنید. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب من اینجا میام 27 تا زنجیره میزنم، بافت رو متصل میکنم این طرف کار و دوباره میام دور تا دور رو پایه کوتاه ساده میبافم. ببینید همه رو میام پایه کوتاه میبافم. پهنای بند این بالای کارتون سلیقه هست. این بافت رو ادامه میدم. دقت کنید به اندازه دور مچ پا دارم من بافتم رو انجام دادم، پس باید دور مچ پا رو اندازه بزنید. یک 2 3 تا زنجیره اضافه تر میتونید دور مچ رو زنجیره بزنید به اندازه دور مچ و 2 3 تا زنجیره بیشتر زنجیره ها رو بزنید. بافت رو ادامه میدم دور تا دور رو. خب میام این رو انجام میدم. رسیدیم به قسمت آخر اینجای کار. ببینید من اینجا اومدم، ببینید 1 2 3 4 5 رج بافتم دور تا دور رو. پشت کفشتون رو هم تعداد زنجیره هایی که میزنید بین 20 تا 25 تا میتونید زنجیره بزنید پشت کفشتون رو. حالا ببینید قسمت آخر که رسیدم میخوام این قسمت ها رو بیام پایه کوتاه بزنم و این قسمت ها رو ببافم. میام از اینجا پایه میگیرم میرو میذارم و پایه میگیرم و میام اینجا رو پایه کوتاه میبافم دور تا دور رو پایه کوتاه میبافم. ببینید پایه کوتاه ساده دارم میبافم. قسمت های آخر نخهای اضافه رو توی بافتتون مخفی کنید. اینجا رو هم پایه کوتاه میبافم میرسم این قسمت کار. دور تا دور رو باید همه این قسمت ها همه رو باید پایه کوتاه ببافید. میرسم اینجا رو هم یه پایه کوتاه میبافم، بافتم رو میارم اینجا متصل میکنم و پایه کوتاه میبافم. داخل این حالت داخل این پایه بلندایی که اینجا هست 2 تا پایه کوتاه میبافم. بافتم رو میام متصل میکنم. اینجا رو دقت کنید بچه‌ها، اینجا که یه پایه اینجا بافتید پایه گوشه رو میتونید نبافید، بافتتون رو گردتر کنید، بافتتون رو ادامه بدید. 2 تا پایه گفتیم میزنیم
بافت رو ادامه بدید، برسید انتهای رج که اینجا هست. اینجا رو هم یه پایه کوتاه، اینجا رو هم پایه کوتاه ببافید و بافت رو متصل کنید به این طرف کار روی این بند تا اینجا بافت رو ادامه بدید. ببینید عزیزان، بافتم رو ادامه دادم، اومدم دور تا دور رو پایه زدم. حالا میام اینجا این طرف کار رو هم به همین ترتیب میام دور تا دور رو پایه میزنم. پشت کارتون رو هم میتونید پایه بزنید که این کارها سلیقه هستش. خب میام اینجا دوباره رو میارم و از اینجا شروع میکنم باز به پایه زدن. پایه کوتاه میزنم، نخ رو بعد قطع میکنم. کار من دیگه اینجا تموم میشه. خب حالا میرسم اینجا و همه رو میام پایه کوتاه میزنم. بافتم رو ببینید دور تا دور رو میام پایه کوتاه میزنم مثل این طرف کارم. میبینید. امیدوارم از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید.